دولت پاکستان اعلام کرده است که در حال آغاز مرحله دوم اخراج اجباری مهاجرین افغان است. این تصمیم به گفته دولت پاکستان شامل افغان‌هایی می‌شود که مدارک اقامت رسمی ندارند. هنوز تاریخ دقیق آغاز این مرحله اعلان نشده است، اما اقدامات اخراجی پس از تکمیل فرآیند شناسایی به تفکیک افغان‌ها آغاز خواهد شد. اما بی‌مه آن می‌رود که اخراج افغان‌ها در دور دوم ابعاد گسترده‌تری به خود بگیرد که حتی ممکن است شامل افغان‌های دارای مدرک نیز بشود. دور جدید اخراج مهاجرین و پناهندگان افغان از پاکستان در حالی انجام می‌شود که در مرحله قبلی به گفته دولت پاکستان افزون بر 500,000 نفر زیر نام اتباع خارجی و بدون مدرک از این کشور اخراج شدند. بر اساس آمار کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، اکنون بیش از 3 میلیون افغان در پاکستان زندگی می‌کنند. با بازگشت طالبان و سقوط نظام جمهوریت، حدود 800,000 نفر از افغانستان به مقصد پاکستان فرار کردند. اقدامات پاکستان در اخراج مهاجرین افغان منجر به انتقادات شدید سازمان‌های بین المللی از این کشور شده است و ما در ایران وزارت کشور یا داخلی این کشور در بیانیه اعلان کرده که امکان پذیرش شهروندان افغانستان در این کشور وجود ندارد و مهاجرین افغان باید به کشورشان بازگردند. پس از سقوط نظام قبلی افغانستان و بر سر کار آمدن دوباره طالبان، تعداد زیاد از افغان‌ها به ایران هجوم بردند و این باعث نارضایتی در جامعه ایران شده است. هشتگی در صفحات مجازی به نام اخراج افغان‌ها مطالبه‌ای ملی طی ماه‌های گذشته بارها به نشر رسیده و شماری هم خواهان اخراج آنها شدند. بیانیه وزارت کشور ایران به نظر می‌رسد در همین راستا باشد. در این بیانیه آمده تلاش برخی سایت‌ها برای ایجاد افغانستان ستیزی مطرود است. مهاجرین افغانستانی باید به سرزمین خود برگردند و در آبادی افغانستان سهیم شوند. افراد فاقد مجوز اقامت توسط نهادهای مربوطه به کشورشان برگردانده خواهد شد. امکان پذیرش افغان‌های بیشتری در کشور وجود ندارد و آن دسته از افغان‌هایی که شرایط حضور در ایران را دارند باید ساماندهی شوند. اما برگشت برای افغان‌ها از دو کشور همسایه پاکستان و ایران تصمیم ساده‌ای نیست، زیرا افزون بر مشکلات اقتصادی، عدم وجود شرایط تحصیل برای دختران از دلایل خروج از کشور بوده است.